فعلا گپ زدن نمیتونم خانم رانو. به الیف دام ماندن. شما از کجا خبر شدین؟ یک نفر برام زنگ زد، گفت هر چه زودتر الیف از خانه دور بسازین. کوشش میکنن موضوع بمبگذاری رو با پای الیف ختم کنن. چی؟ فعلا به یک جای بوده باش ضرورت داریم، به گرفتن الیف میرم. درست است. گوش کو، من یک خانه تابستانی دارم، اونجا به فکر هیچ کس نمیرسه، اونجا ببرش. درست است؟ درست است خانم رانو. بعد از گرفتن الیف براتون زنگ میزنم. درست است. دنیس، الیف هم یالا باید از اینجا بیرون. کجا بریم؟ سوال نکن، دو جور لباس خدا بگی عجله کو، باید زود از اینجا بریم. من هیچ جایی نمیرم، همراه تو خو هرگز نمیرم. زندگی تو در خطر است. کسی را که رسام چهرهش کشیده بودی دستگیر شده، نام تو را گرفته. گفتن نقشه مرگ استاد جانی را با هم ترک کردین. دروغ است. بگو کی بگه پای باور میکنه؟ دیر یا زود به خاطر مقصر ثابت ساختن تو ثبوت پیدا میکنن. هیچ کار کردن نمیتونن، به خاطر که ما هیچ گناهی نکردیم. چی میکنی؟ گفتم چی میکنی دنیس؟ علیه تو به امنیت گزارش داده شده. امر جستجوی خانه صادر شده. به هر قیمتی که شود تو را مقصر ثابت خواد ساختن. چرا نمیفهمی؟ نمیفهمم که چرا گپای ناق میزنی. گپای ناق میزنم ها؟ پس این چی است؟ ما با این گروه هیچ رابطه ای ندارم. الیف، مثل این 10 جرم دیگر را با پایت ختم میکنن. باید سر ما باور کنی. بیبی هر دوم پیام کردن، نزدیک خانه هستن. باید عجله کنیم. مایره بگی. در داخلی هم یگان چیز پرتو، زود باش حرکت کو. عجله کو. پس به الیف کمک کدا. اول به خانه داخل میشه، مجله کنین. خیریتی از قماندان. اردام؟ الیف گورل خانه است. آها، در گدام است، یعنی دو اتاقش است. درست است. به اسلحه چی ضرورت است؟ او دختر قاتل است، فکر میکنم فراموش کردی. آمر پلیس هستم، بیرون شو.
اینجا کسی نیست. عامر صاحب قربانت شم، قاتل چی، جستجوی چی، میشه برام توضیح بتین؟ ای دختر چی کده بلیاز خدا؟ کجا میریم؟ با دیدن خانم رنا میریم. گفتی خانم رنا؟ بله، او کمک میکنه تا یک جای پنهان شویم. خانه را تلاشی میکنه مردم. لازم نیست، بیاز اتاقشم اینجاست. فرق نمیکنه، بازم بررسی کنین. اگر تو رو نمیشناختم میگفتم از دختر حمایت میکنی. تمام خانه را درست بپالین. بله. شما خوب هستین؟ خوب هستیم، اما هرچی عاجل باید از اینجا بریم. من نمیخوایم فرار کنم. چرا مرا درک نمیکنین؟ به خاطر که بیگناهی تو ثابت کردن نمیتونی ایلیف. بدون اینکه دلیلش بفهمی تو را زندانی میسازن. اگه به خاطر خودت نمیری به خاطر کسایی که به تو ضرورت دارن برو. به خاطر خانوادت، به خاطر دوستای. خانه کجاست؟ نشانی را دایی نوشته کردیم. یم کلیدای خانه است. نشانی ساده است، زود پیداش میکنه. بسیار زیاد تشکر. بریم ایلیف. دنیس ایراده به عکس ایلیف بان. بسیار مهم است. دخترم به تو امانت است. متوجه باش. او اسنا داره، هر چیز زودتر باید برسانم. شامتان بخیر بینندای عزیز. خبرهای امشب خدا با یک سرخط بسیار زیاد تکان دهنده آغاز میکنیم. یکی از استادای وزیری دانشگاه مرکزی استانبول به نام جانر به سبب منفجر شدن بم جاسازی شده در موترش زندگی خود از دست داد. تا اکنون پلیس چندین مشکوکه در رابطه با این قضیه بازداشت کردند. از شلیک کردن بالای به پشیمان خواهد شدی آدم احمق. تمام کار مردم ترکیه خواهد فهمید. ای که او دختر فرار کرده، یا کس برش کمک کرده یا خودش خبر شده. شاید بالای چیزی مشکوک شده باشه، یا که
ثبوتایی که در خانه جابجا شده بوده پیدا کرده باشه. خدا کنه که دینیز برش کمک نکده باشه. نه خیر، چرا دینیز امرایش کمک کنه؟ نمیفهمم. چند وقت پیش پشت او دختر رها نمیکرد. او در گذشته بود. شما بهتر میفهمین که دینیز سنمه انتخاب کرده. بزودی شاید عروسیشان خواد بودیم. براتان قهوه آوردم. تشکر سنم جان، در دستایت برکت. نوش جانتان. میخواستم از شما یک سوال بپرسم. دینیز موبایل خود جواب نمیده. شاید شما ازش خبر داشته باشین. حتما کنم کاری برش پیش آمده. وقتی بیکار شد برات زنگ میزنه جانم. البته که زنگ میزنه. جنرال، هر چی زودتر او دختر پیدا کنین. اقارب دوستاش اصارات هر کس کمرایش رابطه داره را بگیرین. بچشم جنرال صاحب. دزم امکان داره خانم رنا برشان کمک کرده باشه. همراه اونا ملاقات کرده میتونم؟ شما در این کار مداخله نکنین. ما امرای رنا گپ میزنم. درست است. غلط خونه کردیم همتون نیست. نه خیر، نزدیک شده. جواب بدی. شاید نامزدت به تشویش شده باشه. کم از کم 20 بار خود زنگ زده. فعلا وقت ندارم. نه خیر، جواب نمیده. دخترم چی شده؟ دینیز تلفن خود جواب نمیده. جانم حتما کار داره. حتما اون دختر فرار کرده. کی؟ دختره که در قضیه استاد جانر دست داشت. ایلیف. پدرم فکر میکنه که دینیز برش کمک کرده. آی امکان نداره. اما بیبی تو هم شک کردی. نه خیر جانم، من فکر نمی کنم که دینیز قسم یک کار کنه. ماما تو هیلیف لطفاً پایین شو. پایین نمیشم. هیلیف لطفاً پایین شو. گفتم پایین شو. چی میکنی؟ الهیم کو. پایین شو گفتم الهیم کو. بیبی، در اطراف ما خانه نیست. همسایه هم خبر نمیشن. ما همراهی تو داخل یک خانه نمی باشم. هیلیف گپ ناق نزن. دموتر میشینم بهتر خود. توی سر ما باور نداری؟ بله باور ندارم. بریم هیلیف. نمیخوایم برم. چرا نمیخوامی؟ بریم. توبه. بفرمایین خانم هیلیف.
تا وقتی که موضوع حل شوه مجبور هستین که در خانه همراه ما زندگی کنین، اگه خواسته باشین یا نخواسته باشین. من میرم که چوب بیارم، فهمیدی؟ تو هم میتونی که کمپل پیدا کنی. تو نیم زدستی. زندگی کردن در یک خانه همراه تو درست نیست. فراموش نکن هنوزم خانم مستی، میتونیم زیر یک سقف باشیم. درست است. شام بخیر. خوش آمدین آقا. شام بخیر. شما بخیر. با قفات یک پاکت آوردیم. یعنی همون خبرنگارتان شناختین؟ البته با ما بتین. میشه تذکرتان بتین؟ گفتین تذکره؟ معذرت میخوایم، تذکره ما در خانه فراموش کردیم. بدون تذکره گرفتن نمیتونیم آقا. شام بخیر. شام شما بخیر. مهمان نشرات زنده است. البته بفرمایید، من شما را همراهی میکنم. فردا تمام مردم ترکیه درباره کثافتکاریات خود فهمیدن جنرال. با کی زنگ میزنی؟ بدی نیست. امکان داره با فراری لیفت دست داشته باشه. تو چی میخوایی بگویی سنجر؟ میخوایم یک چیزی بگویم برش. جواب من نمیته. همیشه منفی فکر نکن جانم، آرام باش. دینیز سابق نیست. او کاملا تغییر کرده. ما از این گپایت هیچ چیز را نفهمیدم سنجر. امکان داره بچه ما را تباه بسازه. کوشش میکنه که دینیز بدنام بسازه، به خاطر که بچه ماست. فقط تانستم یک دانه کمپل پیدا کنم. درست است، تو رو یخ نزنم. تو؟ قسم گپ نزن که ما برات مهم باشم. بیبی ایلیف، ما و تو مجبورن در اینجا زندگی میکنیم. وقتی تو بیگناه ثابت شوی راه های ما جدا خواهد شد. واقعا عالی بودین آقا. زنده باشی. تشکر میکنم. ای چی است؟ کی آورده؟ این محافظین دان دروازه آوردن، بالایش هم نام شما نوشته بود. نام کسی نوشته نیست. ایره کی آورده؟ با محافظین هم نام خود نگفتن آقا. محافظین بررسی کردن؟ بله، فکر میکنم چند دانه ورق است. داخلش چیز مهم است؟ مرا تنابان. اگه این خبر نشر شوه قیامت برپا میشه. ببینین اگه میفهمین کجاست و با من میگین باز. تو فکر میکنی که ما از تو چیزی را پنهان میکنیم؟ دینیز زنگ زدم اما جواب نداد. راستش وضعیتش هیچ خوب به نظر نمیرسید. دینیز نمیشناسین؟ باز به خواست خود کار کرده، او را فرار داده. به هر صورت اگر از چیز خبر شدین بریم زنگ بزنین. درست است. دیدی دنیز چی کرد؟ به خاطر ایلیف زندگی خود در خطر انداخت. همراهی تو واضح گپ میزنیم ابراهیم. امکان نداره ایلیف از بازرسی نجات پیدا کنه. در چندین جای خانه اسناد جعلی موندن. بعضی هایشا پیدا کرده. سندایی که به دست آوردن به خاطر بازداشتش کافی است. میفهمی که ایلیف کجاست؟
پیش شوهرش است. اول فکر کردم به پلیس تسلیم میکنش، اما از پیش اونا فرار دادش. اگه امروی قومندان تماس گرفتی برش بگو که تسلیم شوه. این قسم با فرار کردن خودم مجرم ثابت میکنه. شاید وقتش رسیده که من خودم نشان بتم. چرا این کار میکنی؟ این کارت برات گران تمام میشه. زندگی دختر مهمتر از همه چیز است بیادر. هر چی زودتر رنا را پیدا کرده همراهش گپ میزنم. دنیز شما خو رسیدین هموت نیست؟ صحیح و سالم رسیدین؟ رسیدیم، تشویش نکنین. ایلیف چطور است؟ نمیخوای امروی مزر یک سقف باشه. یک دقیقه دروازه رو باز کنم. بیادر رنا فعلا مصروف است، بعداً با تماس شویم. بگو چی میخوایی؟ بسیار خوب میفهمی که چی میخوایم. الیف کجاست؟ پنهانش کردیم. پس نشانیش نمیگی ها؟ اجازه نمیتون با دخترم ضرر برسونی. درست است. پس تو را مهمان خود میسازم. بخیر. دست پس کن، من خودم همراهت میام. او کجاست؟ میگه که از پیش مفتیده. الیف یک چیز بسیار مهم دم او طرف دیدم. فردا ببینیش. در تاریکی چه قسم پیدا میکنیش؟ چشمای من کار میکنه. چی رو میپالی؟ بگو کمکت کنم. گفتم که یک چیز مهم است. مطمئن هستی در مو طرف دیدم؟ بله. پس کجا افتیده؟ اوف. حتما در راه از پیش تفتیده. حتما. بیا که داخل برم الیف. ها پیدا کردم. چی رو گرفته؟ چقدر خوش شده؟ چی است؟ هیچ. من میایم. چی گپ است سنم؟ فلیس، اگه الیف درباره طفل به دنیز چیزی بگویه بهتر خواهد بود. ببین دنیز به خاطر او هر قسم خطر قبول میکنه. سهیلا، این تصمیم الیف است. ما مداخله کردن نمیتونیم. الیف نامده باشه. الیف گورال اینجاست؟ دیگه اینجا زندگی نمیکنه، خبر ندارین؟ خانه را ببینین. به کدام حق؟ الیف به اتهام قتل جانر محکوم شده.
یگانه مشکوک قضیه بمگذاری. داخل کسی نبود جنرال صاحب. اگر تذکیرایتان همراهتان بگیرین بهتر است. هر دویشان را بازداشت کنه. خانم بفرمایین، با ما مشکل ایجاد نکنین لطفا. شما چی میکنین؟ به من دست نزنین. الهیم کو. شما حق این کارا ندارین. باید همراه ما برین. زود باش برین خانم. اوف الهیم کو. هر جایی که از تو مجبور نیستم که به تو حساب بتم. مجبور استی که حساب بدی. من نامزد تو هستم. گوش کو چی میگم. این نامزدی فقط از مجبوریت است. حقیقت فکر کرده خود فریب نتی. تو چطور میتونی که قسم گپا را بگویی؟ آخر طفل تو دبت نمست. درست است. درست است، آرام باش. درباره طفلت فکر کن. در ضمن طفل همه چیز حس میکنه. ایلیف! ایلیف! اینجا سرد است اما تو نیست. چند دقیقه بعد سرتر میشم. وجودت بلرزم میآید. گردش خونت آهسته میشه. مثل بیت میلرزی. خواب میگیرید. نبضت ضعیف میشه. حرکات قلبت نامنظم میشه. چرا درباره یما برات میگم؟ در دانشگاه اینا را تدریس میکردی اما تو نیست؟ هر چی میخوایی انجام بده. من نشانی ایلیفا برات نمیگم. اگر نظرت تغییر کرد صدا کن. اگر نشانی ایلیفا بگوی محافظه که اینجاست تو را بیرون میسازم. ایلیف تو خوب هستی؟ دل بد شدی؟ نه کم خانک خوردیم. همینجا دراز بکش استراحت کو. من کمپل سرت کنم. خودم مندازم. درست است. ایلیف در کجا پنهان شده؟ نمیفهمم. با آخرین بار دوستت چی وقت دیدی؟ گپ بزن، جواب بده. امروز بعد از ظهر. با فرارش بگو کی کمکش کرد. نمیفهمم. حتی من خبر نداشتم که فرار کرده. پیش کی رفتم میتونه؟ دوستاش، اقاربش، عاشقش. الیف معشوقه کسی نیست. دوباره میپرسم ایلیف کجاست؟ براتون خود گفتم که نمیفهمم. نمیفهمی؟ بیبی دخترم، ایلیف در یک مشکل بزرگ گرفتار شده. اگر چیزی را میفهمی و نمیگی باز ما چیزی نمیفهمیم. درست است،
اگر به خوبی جواب نمیتی من میفهمم که چه قسم دهنت باز کنم. درست است. من مسئولیت خود انجام دادم. بعد از ایش مربوط تو میشه. سرباز امر کنین جنرال صاحب. دستگاه را بیار. با شما میاله میارم. نمیگم هرگز. اگه بمارم هم نشانی دختر خدا برش نمیگم. هنوزم چیزی به گفتن نداری؟ سرباز امر کنین جنرال صاحب. شروع کن. درست است همیاله. درست است براتون میگم. پس بگو ایلیف کی فرار داده ها؟ همراهش کی کمک کرده؟ جوابم بده. چی میکنی؟ او را به ما بده. ده ای کاغذ چی است؟ تو چرا بدون اجازه در جیب ما دست میدونی؟ به تشویش شدم. نشو. لازم نیست به خاطر ما به تشویش شوی، فهمیدی؟ ایلیف چی مشکل داری؟ مریض هستی؟ چرا کاغذ از من پنهان میکنی؟ مربوط تو نمیشه. برای بار آخر میپرسم ایلیف، ده او کاغذ چی است؟
صبر کن. تکان نخور. سیخ به زمین بنداز. بنداز. درست است. حتما در این وقت شب راه خود گم کردی. راه بیرون از این طرف است. درست است. بیرون میشو. بیرون میشو. اما از اینجا تنها بیرون میشم احمق. فهمیدی؟ حالا دیگه واقعیت بگو. کی همراهش کمک کرد؟ ایلیف کی فرار داد؟ پیش همین آدم بگویم. میترسم که کدام مشکل خلق نشه. شاید هر دویتان اون شخصا مشناسین، از او خاطر نمیگم. اسکر امر کنین جنرال صاحب. بیرون شو. آبا چشم جنرال صاحب. دینیز کمک کرد اما تو نیست؟ بسیار هوشیار هستین، جواب سوال خودتان پیدا کردین. درست است. فعلا کجا هستن؟ نمیفهمم. نمیفهمی اما تو نیست. تا که به یادت نیاری از اینجا رفتن نمیتونی. اگر بفهمم من براتان چیزی نمیگم. فیلیسم چیزی نمیگه. رانا به هوش بیا. بیبی من در کنارت هستم. ابراهیم معصوم در کنارت هستم. آمدی؟ بیشتر از این مار خستن اساس بگو دخترت کجاست؟ قومندان صاحب لیاز خدا، من از کجا بفهم که دخترم کجاست؟ چرا از من یک قسم سوال میپرسین؟ اگه پنهان کنی با مشکلات زیاد مواجه میشی. از او یک روز من به خوشی سپری نشده، به خاطر که دختر درس بخونه او رو به دانشگاه بردم، اما او لعنتی ما دردسر ایجاد کرد. ها خود اجازه ما اومد. ما اجازه بدین از جای تکان نخو بشی. تا که نشانی دخترت نگویی از اینجا رفتن نمیتونی. خدا جان شما چی میگن؟ به لیاز خدا من از کجا بفهم که او دختر کجاست؟ اقارب من هستین، بسیار بد است. بس کدانتا گوش کو. اگه نشانی دخترت بر ما نگویی تو را شکنجه میتم. شکنجه چی؟ قربان فرم نشانتان شام. از کجا بفهم که دختر کجاست؟ دخترم خوبان اگه بفهم نشانی افشت خودم میگم، اما نمیفهم. قسم میخورم درکم کنین. ولی تو باش. چقدر خاطرات خودت جمع کردیم جانم. اما اینجا کجا است؟ منطقه چکمکور است، داخل جنگل است. چقدر این خانه مقبول است؟ از دوستایت است؟ نه خیر، از خودم است. به خاطر رفتن به تفریح خریده. حتی پدرتم خبر نداره. وقت خسته شوم اونجا میرم. فقط ما میفهمم که کجا پنهان شدی و دیگه هیچ کسی نمیفهمم. این آخرین شبت با دینیز از خانم ایلیف. چرا نمیفهمی؟ به تشویشت میشم. میخوایم از هر قدمت با خبر باشم. حتی اگر از هم جدا شویم بازم دوستت میداشته باشم. همیشه متوجه تو میباشم. لطفاً از من نخواهی که از تو منصرف شوم ایلیف.
باز چی شده؟ باز چی شده؟ دنیز، من در شفاخانه هستم. در اونجا چی بد میکنی؟ بعد از جنگ کردن با تو به خاطر قدم زدن از خانه بیرون شدم، اما در سرک بیهوش شدم. وقتی که چشماییم باز کردم شفاخانه بودم. به خانه‌ام خبر دادن نمیتونم. چی میشه پشت ما میایی؟ نمیتونم، من بسیار دور هستم. در یک تاکسی بیشی برو خانه. دنیز، طفل تو در بطنم است. لطفا اگر چیز شما آماده هستی که این خطر بزرگ قبول کنی دنیز. لطفا دنیز، من تو زیاد ضرورت دارم. درست است میایم. در کدام شفاخانه هستی؟ سلام. برش کمی مشکل پیش آمده. باید بری، نباید دور تنها بانی. تمام شد. گیر آمدین. تنها بودم میتونی لیف؟ مشکلی نیست، حتی لازم نیست برگردی. اگه مهم نمی بود اصلا نمی رفتم. وقتی آمدم کپ میزنیم، درست است؟ بالاخره ما دو تنها ماندیم خانم لیف. ای که فریب دادن نامزد کسی چی معنا میده؟ حالا برات نشان میدم. چیزی به خوردن نیست. ها، انشالله که تاریخش تیر نشده باشه. بخوا جانم بخوا، نوش جان که به خاطر که آخرین قصاید است.
اولین بار وقتی یک دیگه خود دیدیم. اولین ملاقات ما. چرا اقدر بوی تیل است؟ از دوستای دختر چیزی را فهمیده نتونستیم. نمیفهمم ایلیف کی فرار داده. ایلیف رانا فرار داده. خانم رانا؟ بله، اما نگفت که کجا پنهانش کرده. بزودی خواد فهمیدم جنرال. نگفته بودم. دختر کجا پنهان کرده؟ جنرال صاحب، یک نفر به نجات دادن خانم رانا آمده. رانا
رعنا رعنا باهوش بیا جانم. او آدم کی است؟ تذکرهش پیدا کردن نتونستین؟ پس چرا برام نمیگین؟ نام او آدم رشاد دمیر. رشاد دمیر؟ رعنا شماره را که شما دایل کرده اید فعلا خاموش می باشد. لطفاً بعداً با تماس شوید. بله سنم، من آمدم. تو کجاستی؟ آمدی؟ وقتی که تو دید کردی خواستم که خودم برم تاکسی باز رفتم دیگه. تو چرا به اجازه من ای کار کردی؟ من برات نگفتم که بیایم؟ یه قدر راه را بیفایده آمدم. معذرت میخوایم عشقم، مرا ببخش. قسم میخورم هدف بده نداشتم. خب از دور میبوسمت. تشویش نکن. تا آمدنت هم از خانم تو هم از طفلت به خوبی حفاظت میکنم. رشاد دمیر، شما ای آدم هم میشناسین جنرال؟ نه خیر جنرال صاحب، این نام قبلا نشنیدیم، اما از اینکه خانم رعنا را دیده حتما چیزی را میفهمم. جنرال، هر چی زودتر برین ببینین که او رشاد کی از فهمیده شد یا نه. امرتان بجا میشه. این مصیبت دیگه از کجا شد ها؟ بفرمایین. بله دنیز، ابراهیم هستم. امرای رعنا در یک گدام هستین. شما کجاستین؟ صدایتان درست نمیاد. در منطقه کارتال در یک سردخانه هستیم. اینجا بسیار زیاد سرد است. رعنا بیهوش شده. بله صدایتان درست نمیاد. صدای مرا میشنوین؟ بله بله بله. رعنا 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 به هوش بیا. شماره را که دل کرده؟ خدایا برم صبر بده. با دلیل منفجر شدن بم در دانشگاه مرکزی استانبول یکی از استادای ورزیده دانشگاه با اسم جانر اویگور زندگی خود از دست داد. تمام شواهد و نشانه ها ثابت می سازه که در این حمله محصل صنف اول 15 طب همین دانشگاه ایلیف گورال دست داره. همچنان جستجو به خاطر دستگیری ایلیف گورال که فرار کرده ادامه داره. گفته میشه که جنازه استاد جانر فردا بعد از برگزاری مراسم جنازه در دانشگاه مرکزی استانبول به خاک سپرده میشه. اشخاصی که میخواهند در جنازه استاد جانر اشتراک کنند مطلع باشند.
پیدا کردی اردام؟ گوش کن، در منطقه ای که گفتی 3 سردخانه بزرگ وجود دارد نیست. بیادر من تمامش نمیتونم که بررسی کنم. درست است بیادر، تو کوشش شده که تو وقت ما میایم. نمیشه، نباید کسی خبر شود که ابراهیم برگشته. از او خاطر فقط تو برو. درست است. نشانه میخوایی؟ صبر کن، همیال نشانی نزدیکترین سردخانه را برات روان میکنم. درست است، من منتظر هستم. رانا خواهش میکنم چشمایت باز کن، از اینجا بیرون بشه. لطفاً به هوش بیا. دنیز ما را پیدا میکنه. رانا به دختر خود میرسیم. چی بشه لطفاً کم تحمل کن. رانا تحمل کن، صبر داشته باش. خدایا کمک ما کن، به ما کمک کن. خدایا کمک کن. چرا نمیفهمی؟ به تشویشت میشم. میخوایم از هر قدمت با خبر باشم ایلیف. حتی اگه جدام شویم بازم دوستت میداشته باشم. همیشه متوجه تو میباشم. ازم نخواهی که از تو منصرف شوم ایلیف. باید به هوش بیایی. میفهمم که صدای من مشنوی رانا. بسیار زیاد دوستت دارم. ایلیفم زیاد دوست دارم. شما همه چیز هستین، همه چیز من. اگر حال این نامه را میخوانی، پس به این معنی است که هنوزم ما یک امید داریم. ما مثل مادر و دختر بودن میتونیم. انتظار ندارم برای ببخشی، اما کوشش که درک کنی. از این خاطر کل چیز از اول برات میگم. داستان از روزی که خبر شدم حامل هستم برات میگم دختر. به تو بسیار درد دادم، زیاد جگرخونت ساختم. بخشیدن بسیار مشکل است. میفهمم. کاش که میفهمیدی، کاش که مرا درک میکردی، کاش که میفهمیدی که همه چیز به خاطر تو انجام دادم. روزی که فهمیدم حامل هستم، پدرت بدون کدام دلیل ازم جدا شده، مرا تنها ماند. اگه جدا نمی شدم تو را برای همیش از دست می دادم. از همین خاطر رفتم. با وجوده که می فهمیدم مرا دوست داری رفتم. خاموشانه رفتنش تماشا کردم. برش گفتن نتانستم که حامل هستم. گفتن نتانستم که طفل او در بطن است. فقط خاموش موندم. شکسته بودم،
عصبانی بودم. فکر کردم با خاموش ماندن از او انتقام میگیرم. ناخواسته بزرگترین بدی را در حقت انجام دادم. اگر اون روز میفهمیدم که تو حامل هستی هیچ وقت تو را ترک نمیکردم رعنا. چرا این گپا برم نگفتی؟ چرا در مقابل ما استاد شده نگفتی که طفلت در بطنم است رعنا؟ چرا؟ چرا مانع من نشدی رعنا؟ چرا؟ 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 زیاد فکر کردم اگه او روز درباره تو به پدرت میگفتم کل چیز تغییر میکرد. شاید او نمیرفت. شاید دوباره یک خانواده میشد. شاید هیچ وقت مجبور نمیشدم که این نامه را برات نوشته کنم. مجبور نمیشدم از دختر خود معذرت بخوایم. به خاطر کل چیز پشیمان هستم. کاش که به خاطر تو بیشتر مبارزه میکردم. تو وظیفه خود انجام دادی. از دختر من حفاظت کردی. از عشق من حفاظت کردی. من بسیار ترسو بودم. من فرار کردم. من تو را ترک کردم رعنا. حالا فقط یک چیز از خداوند آرزو دارم. با ما یک چانس دیگه بده. یک چانس دیگه رعنا. بسیار دوست دارم. تا آخرین لحظه زندگیم هم دوست دارم. دوست دارم رعنا. هیچ وقت از دوست داشتنت منصرف نشدیم دخترم. تا آخرین نفس به دوست داشتنت ادامه میدم. مادرت. Hasret kar gibi yaktı beni. Yangınlarda kalbim yaralı şimdi. Anne duy sesimi. Anne bırakma beni. Hayat bir oyun gibi. Belki umutlarımız vardı halbuki. Ne olur affet anne. Ben kendimi affetmesem bile sen beni affet. Utanıyorum ama lütfen bana hakkını helal et. Ne olur affet anne. Ben kendimi affetmesem bile sen beni Elif دخترم ما را زیاد منتظر ماندی. زیاد پشت دق شده. بیا تا تو را با آغوش بگیرم. بیا دخترم. بیا دختر یک داریم. جان پدر قند پدر دختر مقبوله. دختر نازدانه نیلیف من. یک دانه پدر. Üşüyorum örtsen ayıplarımı. Yine bana kızım desen sarsan yaralarımı. Üşüyorum örtsen ayıplarımı. روشن شو. اوف. حالا باید خراب میشدی؟ حالا دی جنگل ما دیگه لایتر از کجا کنم؟
اینجا کی است؟ خانم ایلیف، تو دیگه بر همیشه از پایین رفتی. دستایت بلند کن. گوش کنی کدام حماقت نکنی، فهمیدی؟ اصلا تو حماقت میکنی. در داخل خواهر جنرال قدرت است. کاکا ابراهیم، کاکا ابراهیم، کاکا ابراهیم، طرف ما ببینین. کاکا ابراهیم، کاکا ابراهیم، کاکا ابراهیم، کاکا ابراهیم. دنیز، این موتر دنیز است. خانم رنا، خانم رنا، خانم رنا، چشمایتان رو باز کنین. کاکا ابراهیم، کاکا ابراهیم. دنیز تو هستی؟ خدا رو شکر. خوب هستین؟ رنا رو ببر، رنا رو ببر که خوب نیست. درست است. خانم رنا، تو اینجا چی میکنی؟ خانم رنا رو به شفاخانه میبرم. هیره هیچ جای نمیبری. پدر نمیبینه این خانم وضعیتش خراب است. تو میفهمی اگه جنرال قدرت تو رو در این حالت ببینه چی میکنه؟ دنیز، مشکل تو چی است ها؟ مشکل تو چی است؟ میخوای ما و مادرت از بین ببری؟ من فقط عدالت میخوایم. چرا با ما کمک نمیکنه؟ چرا با ما هم دست نمیشین پدر؟ میفهمم که امرای خانم رنا هم دست شدی و ایلیفا فرار دادین. پس قسم است؟ ایران میفهمین که تا ثابت ساختن بیگناهی ایلیف را پنهان میکنم، اما تو نیست؟ از روزی که ایلیف وارد زندگی تو شده یک لحظه بدون مشکل نیستی. ای دختر خانواده ما را از بین میبره، مسلک و همه چیز خود از دست میتی، شایدم جانت از دست بتی. ارزش داره، ارزش داره. بله داره. ایلیف ارزش همه چیز داره پدر. دنیز،
آدم. او آدم کجاست؟ معذرت میخوایم کاکو، مجبور بودم یک انتخاب میکردم. حرکت کن، سرعت بگی، توقف نکن. اگه من به جای تو میبودم عین کار انجام میدادم، رنا رو انتخاب میکردم. وضعیتش چطور هست؟ نمیفهمم. به شفاخانه ببریمش؟ به شفاخانه رفته چی بگویم؟ چه قسم دایی باره توضیح بتین؟ بهترمی است که به خانه بری. درست است. کسی که بالای حمله کرد دیدی؟ نه خیر جنرال صاحب، بس پشت سر حمله کرد. پس بغیر از تذکره او دیگه ثبوت نداریم. او را به ما بده. چی شد؟ اینجا مانده بودم. نیست، حتما گرفته. تو چی میکنی؟ با جنرال قدرت زنگ میزنم. لازم نیست. باز من خودم برای زنگ میزنم، خبر میتم، در وقت مزاحمش نشد. بچشم جنرال صاحب. عجله کن میریم. بگیرین کاکا ابراهیم. بلند شو، حتما دینی زنگ زده. بلند شو، باید از اینجا بریم. حالا ایلیف تلفن تا جواب بده. حالا کاکا ابراهیم، ایلیف تلفن خود جواب نمیده. اگه پیشو برون بهتر است. دنیز، بهتر است ایلیف تنها نمانی. ما متوجه خانم رنا می باشم. درست است. باز میبینیم اگه کدام مشکلی بود زنگ بزنین. هر کسی که داخل و خارج میشه برام گزارش بده. امرتون بجا میشه. بسیار محتاط باش. بچشم جنرال صاحب. به خاطر مردن زیاد عجله نکن خانم ایلیف. حالا ایلیف جواب بده، موبایل تا جواب بده. حالا دیگه سرعت بگی بچه هوشیار من. هر چی زودتر مرا پیش و دختر ببر. میفهمی که من بسیار دختر نازدانه هستم. از این بیشتر مرا خسته نساز. ما چطور فریب سنم خوردم ایلیف تنها ماندم. اگه چیزی شوه هیچ وقت خدا نمیبخشم.
بسیار خسته شدیم. باید خستگی من رفع کنم. اما تو نیست. اجازه نمیتم که به خاطر او دختر خانواده ما را تباه بسازی بچه. اجازه نمیتم. زیاد میخواستم که تو را پشت میلای زندان ببینم، اما به تو طفلت یک سرنوشت بهتر آماده ساختیم. تا ابد یک جامعه باشین ایلیف جان. ایلیف 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 نامه را خوانده. ایلیف کجاست؟ نمیفهمم. حتما رفته. نمیفهمی اما تو نیست؟ حالا با پدر دروغ میگی ها؟ ایلیف کجاست؟ سوره کجا پنهان کردی؟ نمیفهمم پدر. گفتم رفته. بازم میگه که رفته. پس من مقصر نیستم. خودت قسم خواستی. چی میکنی؟ حالا میفهمی که چی میکنم. داخل داستان رسیدیم خانم ایلیف. ما جنرال سنجر رایدین هستم. رد پای او دختر فراری را پیدا کردیم. هر چیز زودتر در ساحه جنگل قریه چاکمه یک تیم بررسی روان کنین. این کار کردن نمیتونین. برات شانس خوب میخوایم. برو دختر را پیدا کن. ایلیف 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 ختم شد. من قاتل شدم. قتل کردم.
قتل کردم. صبح بخیر دوستای عزیز. امروز روز دوم مرگ استاد جانر اویگور است که به سبب منفجر شدن بم در دانشگاه مرکزی استانبول رخ داده بود. با وجودی که تمام ترکیه در ماتم این استاد بزرگ است، هنوزم قاتل دستگیر نشده. نظر به شواهد و اسناد به دست آمده الیف گورال محصل سال اوله 15 طب دانشگاه مرکزی استانبول که چند روز قبل از دانشگاه اخراج شده بود با گروه تروریستی روابط داشته. اینا کلشان فروخته شدن، کلشان. خدا من لعنتتان کنه. چی شده بیادر؟ کمی آرام باش. توبه دیوانه شده. بسیار خوب میفهمم که امرایتان چی کنم. اجازه نمیتم کلیفه قربانی کنین. من مانعی کارتان میشم. متوجه باشین، همه جای خوب بگردین. ایلیف! 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 اسکر، او طرف پشت سر رودخانه رو بی عجله کن. میشه جنرال صاحب. ایلیف! ایلیف! در جایی که هستی باشم و نباید اونا پیدایت کنن. بفرمایید آقا فاتح. ببخشین که مزاحم شدم. چند دقیقه پیش یک دوسیت در رابطه با شما به دستم رسید. درباره ما گفتین؟ شخص تحویل دهنده نام خدا ذکر نکرده، از او خاطر نمیفهم که ای کار کرده. ما میفهمم. پس از محتویات دوسیام با خبر هستی؟ حال شما او دوسیه را به ما روان کنین و ما دوسیه قاتل استاد جانی را براتان روان میکنیم تا بیشتر از همه براتان مهم است. فردا سرخط خبرهایتان بسازید. تو متوجه نیستی که با کی درگیر هستی قماندان زیا؟ آقا قدرت افراد خود روان کرده. او دختر را باید پیدا کنیم. ایلیف! ایلیف! در جایی که هستی باشم و نباید اونا پیدایت کنن. بفرمایید آقا فاتح. ببخشین که مزاحم شدم. چند دقیقه پیش یک دوسیت در رابطه با شما به دستم رسید. درباره ما گفتین؟ شخص تحویل دهنده نام خدا ذکر نکرده، از او خاطر نمیفهم که ای کار کرده. ما میفهمم.
پس از محتویات دوسیان با خبر هستید. حال شما او دوسیه را به ما روان کنین و ما دوسیه قاتل استاد جانی را براتان روان میکنیم تا بیشتر از همه براتان مهم است. فردا سرخط خبرهایتان بسازید. تو متوجه نیستی که باکی درگیر هستی قماندان زیا؟ آقا قدرت افراد خود روان کده. او دختر را باید پیدا کنیم. ایلیف! ایلیف! ایلیف تو کجاسی؟ او دختر کجاست؟ آه دینیز آه، بازم یک مصیبت دیگر. کمک کنید لطفاً مرا نجات بدین. کمکم کنید. مفتاح کسی کمکم کنه. مفتاح لطفاً مرا نجات بده. کمک کنید لطفاً. کمکم کنید. کمک! دوباره ملاقات میکنیم انشالله.
ایلیف ایلیف کمک کنین لطفا. کمک، کسی نجاتم بده. ایلیف کمک، لطفا بریم کمک کنین. کمک. کمک. صبر کنین. شما کدام صدا نشنیدین؟ نه خیر جنرال صاحب. ادامه میتیم. کمک کنین. مرا نجات بده. از اینجا مفتم. ایلیف لطفا کمکم کنین. نجاتم بده. ایلیف دینیز، این کار کی را حقت کرد؟ نمیفهمم، چیزی را به یاد ندارم. خواهش میکنم مرا نجات بده. درست است منتظر باش، من میایم. دینیز جنرال صاحب، دیشب خانم رنا اختطاف شدن. جنرال سنجرم رو دادن تا گزارش هر کسی که به خانهشان میایه را بتم. چند دقیقه پیش به خانم رنا یک دوسیه آمد. خواستم خبر باشین. دوسیه رسید؟ یک آدم آورد، بعدن رفت. خانم رنا دوسیه را گرفت. چطور گرفت ها؟ ایره بگو چطور گرفت؟ تو را به خاطر چی اونجا وظیفه داده بودم؟ آقا قدرت چی شده؟ انسان بیکاره. چی گپ شده؟ سر کی قدر عصبانی هستین؟ خانم ایجا شما مداخله نکنین نگن مویایتان پرسوز میکنم. چی گپ است؟ ما قماندان سیاستم. دوسیه کثافت کاریتان به کسی سپردم که نمیتونین از پیش از او با پول بخرینش. بزرگترین اشتباه زندگی خود انجام دادیم. نه خیر، به اولین بار یک کار درست انجام دادیم. همگی باید شما را بشناسن، بفهمن که هدف اصلی شما چی است و به خاطر چی شما کار میکنین و کیها را در این را قربانی میکنین. تمامی کارایتان افشا میسازم. ما بازم خود از این مشکلات نجات میدم. با خاطر گرفتن دوسیه امیال پیش رنا برو. ایلیف ریسمان مندازم. ایره بگی در کمرت بسته که درست است؟ درست است. بگی گرفتی؟ کوشش میکنم. در کمرت بسته که بالا کشت میکنم. درست است ایلیف، آرام باش. ایلیف محکم بگی. آیسته. هزاران عسکر داری قدرت. سر اونا امر کن، من نمیخوایم قسم یک کار انجام بدم. خانمی جان، میفهمی اگه او دوسیه به دستم نرسه چی اتفاق میفته؟ ها؟ تباه میشم، از بین میرم. خانمی جان، تو خوبی دخترتا نمیخوایی؟ ها؟ خوشبختی و دختر نمیخوایی خانمی جان؟ درست است، اما رنا سر ما باور نداره. اگه برم مرا داخل اجازه نخواد داد. یک رایش پیدا کن، داخل خانه شو او دوسیه را ازش بگی. فهمیدی؟
تشویش نکو ایلیف، نجاتت میتم. الیف پدر کمکم کنه، کمک کنه. با یک شرط همراهت کمک میکنم. شرطت ای وقت چی است دیگه پدر؟ باید امرایم یک وعده کنی. بعد از همین لحظه باید تمام اوامر و دستورات من را قبول کنی، درست است؟ بیبی دنیز وقت نداریم، قبول کن. قبول داری؟ قبول داری؟ درست است، درست است، قبول دارم. عجله کنین سربازا، کش کنین، زود شوید. کش کنین دیگه، زود شوین، عجله کنین، کوشش کنین دیگه. الیف تو خوب هستی؟ خوب هستی نه؟ خوب هستم. خدا را هزار بار شکر که خوب هستی. ما چطور اینجا آمده؟ الیف حالا دیگه زود بیاین. تشویش نکن، همه چیز خوب میشه، فهمیدی؟ عسکر متوجهش باش. با چشم جنرال صاحب. حرکت کو دنیز. حرکت کو. عجله کو دنیز، جواب بده دیگه. رنا تو خوب هستی جانم؟ بیادرم تو را به خاطر فهمیدن نشانی الیف روان کده؟ نه خیر، خودم آمدم. اگه خبر شوه قیامت برپا میکنه. به تشویش تو بودم. دیدی که خوب هستم، خوب هستم. داخل آمدم میتونم؟ لطفاً. نمیخواستم این قسم شوه جانم. من واقعا به خاطر تو و دخترم پریشان هستم رنا. اما همه چیزا به خاطر بیادرت انجام دادم. بیادرت بهتر از من میشناسی جانم. میفهمی که چی کارهایی کردم میتونم. جنرال صاحب، دختر پیدا کردیم، طرف امنیت روان هستیم.
یگانه خبر خوشی بود که امروز برم رسید. تبریک میگم. آفرین آفرین. عالی است عالی است. بفرمایین آقا. باید ملاقات کنیم. منتظرت هستم. بچشم آقا. تا چی وقت اینجا می باشیم هیچ نمیفهمم. دیگه مشکل نیست، به جنازه استاد جانر رفتن نمیتونیم فلیس. شاید تا پیدا شدن ایلیف ما را از اینجا آزاد نکنن. شما رفته میتونین. دوستتان دستگیر شده حاله. مطمئن هستی که چیزی نمیخوری رنا جان؟ هرچی بگوی آماده نه خیر، قهوه کافیست. دخترم بیگناست، ایره خو میفهمی همه تو نیست. اما این هیچ با بیادر مهم نیست. هیچ کس با بیادرت مهم نیست. حتی مام. یگانه هدفش ترفیع کردن است. کاش یک ثبوت برای توقف دادن اون می داشتم. باور داشته باش که بدون فکر کردن این کارم میکردم. به خاطر دخترم انجام میدادم. چرا در این مسیر خرابندان است؟ امروز در دانشگاه نماز جنازه جنرال اویگور خوانده میشه. از او خاطر بیروبار است. بچم از طرف چپ برو، عجله کن، زود شو. جنرال صاحب دختر فرار کرد. عجله کنین او را دستگیر کنین. تو چی کردی الیف؟ متوجه چهار طرف باشه. بچشم اطاعت میشه جنرال صاحب. نباید از پیشتان فرار کنه. اگه خواسته باشی برو حمام کجانم. راحت خود شدی ها؟ نه خیر، چند دقیقه بعد بیرون میشم. پیش وکیل میرم خانم بیادر. به خاطر الیف باید گپ بزنم. بفرما پنار. بله خانه هستم. مراسم امروز است. درست است، ما فراموش کرده بودم. البته میایم. حتما میایم جانم. قرار بود امروز در دانشگاه مراسم جنازه استاد جانر برگزار شود. به او خاطر زنگ زده بود. درست است. پس تو برو آماده شو و ما منتظرت میباشم. ساعت چند است؟
نمیفهمم، همینجا بود. توبه توبه، چی وقت آمده؟ هیچ به یاد ندارم. تو آماده شو که سرت دیر نشه، باز بعدن ببینش. برو زود باش. حق به جانب استی. او دختر کجاست؟ کجا؟ حتما کدام گپی است. اگر نه فرار نمیکرد. نه خیر، به خاطر که مقصر است فرار کرده. حتما میخواد یکی جایی بره. پیداش کردن نتونستیم جنرال صاحب. باز کجا رفته میتونه؟ کجا رفته میتونه؟ حتما به دانشگاه رفته. عجله کنین، عجله کنین. ما آماده هستم، رفته میتونیم. درست است. من تشناب میرم. درست است. اگه خواسته باشی تو برو، من دروازه را قفل میکنم. نه خیر، تو برو، من منتظر میباشم. حالا دیگه کجاستی دنیز؟ زود موبایلت جواب بده دیگه. انشالله کدام مشکل خلق نشه. بریم دیگه. بریم. دنیس میایه. چی؟ پدرش اینجا چی میکنه؟ سایلا، فیلیس، ایلیفا ندیدین؟ او همراه تو نبود دنیس. دستگیر شد. اما از پیششان فرار کرد. فکر میکنن که اینجا آمده. الیف اینجا نامده دنیز. رنا جان، من با تاکسی خانه میرم. درست است؟ تو نمیری همراهیم؟ نه خیر، تحمل کردن نمیتونم. رنا جان باور کن. خودت میفهمی. خانم بیادر، بسیار زیاد تشکر. این سرزمین کباب با مزه داره.
او هم که از گوشت گوسفند باشه. ببین چه قسم آمادهش میکنم. گوشت خوش داری؟ بله، باید خوب پخته و سرخ شود. فقط میخوای که پخته شده سر میز آماده باشه، اما بعضا مجبور میشی که خودت آماده بسازی جنرال. اگر بپرسی که گوشت کدام قسمت مزه‌دار است، هر کس نظر به ذوق خود جواب میده. هیچ کس نمیگه شکم حیوان مزه‌دار است. حتی بعضی ها با شنیدن شکمبه و چیزها دل بد میشن، در حالی که اگه شکمبه نباشه بدن ناتکمیل است. اگه شکم نباشه نفس هم نمی باشه. ها، شیر بسیار مهم است. ایره کسی نمیفهمه. بعضا گوشتم با شیر نرم میشه جنرال صاحب، اما به خاطر که تیار خور هستی ایره هیچ وقت نمیفهمی قدرت. بعضا از خود میپرسم که گوشت خوش دارم، شیر خوش دارم یا شکمبره. با تو شانس داده شد تا هم گوشت هم شیر و هم شکمبره بخوری. نفهمیدم آقا. از وظیفه خود استعفا میدی. بعد از یک شخص ملکی می باشی. راحت باش. ستارهای تو از شانت میگیرم، اما یک کشور بزرگ برات میدم تا که از او کشور رهبری کنی. فهمیدم آقا. ماموریتم چطور میشه؟ گوش کو جنرال، با کسی که تا امروز زیر دست ما بود و بالایش حساب میکنیم سیاست مرکزی را برش مسپاریم و تو در کنار او می باشی. افتخاری که ای کشور در سال 1453 به دست آورده بود او از بین میره. اگه مردم نخواین چطور رهبر شده میتونه ها؟ تو در ای باره فکر نکن. مردم دوستش دارن، به خاطر که از بین مردم انتخابش کردیم. پس باید دوباره به باغبان یادآور شیم که او صاحب باغ نیست. ما تا امروز تمام مأموریت های ما با خوبی انجام دادیم آقا، میفهمین؟ اگه کدام خطری وجود داره مراسم لغو ساخته میتونیم. مهم نیست، آمادگی لازمه داریم. خدایا برام صبر بده. مهمانای گرامی، امروز به خاطر بدرقه کردن استاد مجرب و لایق ما پروفسور جانر اویگور به خانه ابدیشان کل ما در اینجا جمع شدیم.
سخنرانی خدا با یک جمله که او همیشه استفاده میکرد میخوایم شروع کنم. مهمانای عزیز، ما هرچی زودتر باید به هدف خود برسیم، به خاطری که او میگفت عمر کوتاه و بسیار زود گذر است. امی قسم میگفت. جانر یک شوهر خوب بود، یک پدر موفق بود، یک انسان بسیار نیک، مهمتر از همه مهربان بود. تمام محصلین اولادای خود فکر میکرد، بالای تمامشان افتخار میکرد، همیشه همه قسم میگفت. دنیز اینجا چی میکنی؟ الیف کجاست؟ نمیفهمم. در راه از پیششان فرار کرد. فکر کردیم که اینجا آمده. خداوند جنت نصیبش کنه.